سلام دوستان عزیز، روز همگی بخیر و شادی باشه. روز سعید جمعه با آمد مبارک و البته که روز خدا همش به ما روز سعید ای. و در اینترنت که میدرم میبینم پروین شکرلویeva و دیگر سراینده های تاجیک مرگی فیضیگل یوسپوارا همش تسلی گفته استیانو، روحت شاد باش گفته استیانو. بعد علاقه کده پرسیدم، راستی گپ کسالش نگفتن و گفتن که در هندوستان در تگ اپیراتسا بندگی کرده. چی کسالی داشته در هندوستان اپیراتسا رفتگی بوده. خیلی اپای عزیزم، ما سال 2002 یا 3 قطعی شناسم. مقصد که توی معرکه ها خرسندی مردم در یک جای بسیار با میخوردیم و زنکی به مثل مرد بود. زنک بود که به مثل مرد پل منو میداد. با اگر اگم راه دور دمیشتیم ما راه پلی منو میداد، میگفت ولی اپتون نمرده، اپتون زنده، میگفت این پل بقپین تاکسی خطی بشینیم بریم. بنهایت زن بود نه که ایخی مرد مرد بود. خداوند جوش جانت کنه. نه آدمی همی خی آدمی هممون با همو سنیم. خداوند فرزند داشته، پیوند داشته، صبر جمیل بده. همون دعا میکنیم در حقش که خداوند بزرگ جاش جانت کنه. با دعا باشیم رای هممون همو سنای. و فکر نکنید که این بیگناه او گناهگار، گناه و بیگناه فقط خداوند ترازو میکنه. دیگه ما بنده یگان تمام ترازو کردن نمیتونیم. برای همه در حق یکدیگر دعاگو باشیم. خداوند برای کارمون بده، تن جان سالم بده، عمر درازی با برکت بده و مردامون همش جوش جانت کنه. دعا میکنم در حق اپای فیضیگل که خداوند بزرگ گذاشتن پول سیراتا براش آسان گردان. الله اکبر. جوش جانت شما. با دعا باشیم برادر. خدا نگهبان همه ما و شما.